بابا میترسم. بابا نه ترسید دیگه بابا. بابا گپ میگه. بابا ما به تو بگوتیم که ایل نده بابا نترسم. بابا جو اینجا بزنه و من باشه کیف میکنه رو جوشه. بشینی بابا. بشینی بابا. بشینی. بابا. بپلا. نرس که نره. بابا بگید. تو میدی دیگه بابا نداری. چی بگم بابا؟ اینجا من قرار نداشت که تو جا خوبیه. ما به شما نگفتم با بسته به در شما فایده داره بابا شما هیچ جا نمیرین. نکن. آی بلنگ آی امان ناز دلبر. گیلک اشتنه گیلک ساعتیری شد دلو. ساعتیری شد مال بیادم به خونه خبر شونه که تو چه کار بکردی چه کار نکردی. نگو بله تو به کدو عقل خصوصا بردی اشتیبو بردی آدم مشت پیرمردی بردی به سونا. او سونا میفهمی چند متر او داره. خب بابا خب چه شدم گفتم بابا بگیریم بندازیم که به وجود شما فایده داره. بندازیم تو آدم نافه مگه زد تلنگ میردی به تمو 4-5 متری ها. خب میمون خسور مکو. کجا میمورد البته اینجا بفته که میموره. وزی کرده تا لگه تو بردشی به سونا بردی. نه خب ما ببردیم به دکتر بودیم دکتر گفت تغییر ببریم به اوجیش بنام کنیم و داخل نمکا بنام کنید ایت خلق دادم داخل نمکا و داخل اوجیش یک بار بابا من کجی تلین داد. پشته نگه خسور ما میگه من ماستم و تا از کلوم از میگه دریای بود دریای میگه من هر چی خود کاش میکردم من تلنگ میدادم به تموی هوا. اشته آدم نافعی بودم کجی هم نافعی بودم مغز فکر نکرده که می آدم پشت پیرمرد وزی به کجا کرده که ما اینا تلنگ دیم از این جیگا. خب چی میفهمی؟ باز تو پول کجا بردم اون سونا به قیافه تو میخوره. همون سونا هیجان میگه قیافه تو میخوره تا بگو. میخوره به قیافه تو. به قیافه تو میخوره. پول کجا بردی؟ کی؟ پول. ها. گفتن گلک تو به چه خوبی صاحب گفتن تو به چه خوبی چیز شه. تو پیاست بیایم انا چه شک مفته رایگان. حال خوشو هم اختلاط کرد گفتن خصوصا دو روز میتونی نکرده بود که چی 3 ساعت گونج گفت بیام به خونه که بال بیایه. چجوری بود من نختلنگ داره بابا. یا به تعویض کتاب از بابا یا دیگه. گیلا. خوب گوش کش. خوب شد اونا رو بالا. بابا گیلا. بابا با ما مرتکا که چی را فهمی که دیشته باشه گوزو تو پیاب خور میکشانه به تو بگم من. کی؟ تو. چرا بکشم؟ خواهمی تکرو باید میبری تلنگ میدیم اما یاز میکشی. بابا کجی تلنگ دار خسار تا دگال با تو خود کلنگم نگو. تو گفتم کجی قاد تو کلونتره که تو بیشتر. خساردار شدی حالا با من. اما تو که بیشتر یا قاد تو کلونتر است که خوب بگو بریو. تو که میتونی فهمی تو. دیگه نمیبرم دیگه بیا از این نمیبرم. دیگه نبیم و خوشی خوب گفتم. گفتم مشکل که دیگه نگذارین که برای خسارا بزی. حالا شما بزی کردین که با بیا بنده مثل عباس با 5-6 بستکی دیگه. برو گلک برو من میام. با میستکی دیگه. 5-6 با خود زنخ میای میستکی. ما خود دادی خورما این ترکونه ما این دیگه. که پناه فامیل خونه ازی برو که راست میگم دیگه بیا اینجا مرد دیدی. برو که تا کوچه بعد برو دیگه.
تو مرده موتور نمایی. اگه میفهمه که میتونه خصوصی نافهم به خان میفته. بله اگه من میتونم میفهمیدم که میتونه دومات کلا پخ داریم. آله برو که بیاب کردی ما به تعمی کوچه برو بیا به سرا برو بیا. تو چی کردی الان من میزنی؟ من اشتباه کردم که دومات تادم شدم بیا برو به سرا برو. برو بلکه من میزنی یک تو. نفر ما که تو تاش کن دوی کنه به سرا بیا دوی برو. خود چرا من میزنی؟ سرا برو بعد. نه. برو که تعمی کوچه برو منوگش نگاه نداشتی برو. تیپ خود. نه. شما بیاین نه. چی چه داده نه؟ سعی نکنم شاید همسایه ببینن شما. دومات شما عباس مر بزنم بابا میگه تیر اسب اجل بخوری. ای نه. حتیدم دومات با بسرا بود. حالا که بدر شد با تور زد. چرا تا گپا میزنی به چی میگه چرا تو پیاده خود ببودی به سینا این راست میگه تو بیا سکو چکاره. همین تا اصلا عباس خراب شد که اگه بودم تا خونه میتور زیر سپاخو میکرد. بله او انقدر تمی بودی با خدا فرش زمین میکردم بود. هیچ انقدر دیگه نه بگی مگه دادی میاد که چیز نیایه. قصور خورو خیلی مهمه. بیا بسرا بیا قول مقال نکو که همسایه میشنه بیا. سلام خاله جان ما خود ننه خود گم بزنم. شما چی آدم پنجره مثل بیا با تو میگم سعی بله. میکنی خب زن چی قوشدین آخه چی کردی با همسایه با من همسایه به سر بگردی. بیا به سرا سعی بیا. نکنی خاله بعد دیگه ما شهر معیوب ما خوبه. خب تو بیا به سرا بیا چی کردی با من؟ ایران خوب جای ماریا. کجا به خیال رمضان؟ یا هستم خیلی سلامتی خوشحالم. تنی کوکو خوبی؟ ایرانی ای ماریا با خورزاده از ایران آمدم اینا. چند وقت میشه؟ همین ببین وقت ماجرین دیگه اینا بیام. اینا بود اگه بلاد شهر میشینم اینا. نه ولی به سلام ما بگم ببین 4-5 روز 10 روز نمیشه بیام آدم. به سلام مال نمیشه. چی خبرای کجا بودی با؟ همین ته جا خونه بدم میگم تو که امیت خسورگوری بی عقل داری چرا میگذاری که خسور تو به سونا ببرم؟ ای لالا دست از این خسور و خسورگوری ما کرنج شدم باور کرنج چی اصلا بگاه خسور تو نجات ندادی که اون میکش بیو خسورگوری تو گیله او گفتم خوشی ماما میته بگو که میته اور بردشتم بیا آوردم به خپل میته از بین رفته بود اور به تم و اوز کلون تلنگ مایم بدم که 5-6 متر رو داره او آدمی که بزی نکرده به تا 5-6 متر رو پول میکشه بازی ما پیرمرده آخه او خود گرفته نمیتونه به میرارم اصلا این مالک یه چیزی بگم لالا رمضان ببین خسور من کی گله میکنه که اینجا جای بره من میرم الان ایتا نمیفهمی اصلا یا با حرف بچه خوزن خونه واقعیت رسید بابا تو بگم اگه نی که با حرف بچه خوزن خونه میکنه چرا میره اگه با حرف بچه بیعقل خونه کو بچه خو بیعقل تر خب دیگه چی فرق کرده وقتی که اون مرده بیاردم پیش تو برچه کردم خودت میگی من نجات دادم درسته خیلی دیگه حالا بحث شده دیگه گمش کن حالا چی بگم چای خورده میریم خودمون یار بش بله خودمون سلامتی باشی خداحافظ بریم مامان